امروز میخوایم در مورد آهنربا و میدان مغناطیسی حرف بزنیم. آهنربا استفاده‌های خیلی زیادی داره و علم پشت این آهنربا خیلی زیبا و جالبه. اما آهنربا دقیقاً چیه؟ آهنربا قطعات فلزیه که معمولاً جنسشون از چیه؟ از آهن یا فولاد که قدرت جذب انواع فلزات و ناحیه اطراف اونها رو دارند و نیرویی که باعث میشه اجسام سمت آهنربا کشیده بشن بهش میگه مغناطیس. یه آهنربا میتونه وسایل فلزی مثل آهن یا فولاد رو به سمت خودش بکشه که بهش جاذبه آهنربا میگیم، مثل جاذبه زمین که ما رو سمت خودش میکشونه. آهنربا 2 سر داره یا 2 قطب که یه سر آن قطب شماله و سر دیگرش یا قطب دیگرش همون جنوب نامیده میشه. قطب‌های مخالف آهنربا همدیگر رو جذب میکنن. یعنی ما اگه 2 آهنربا بیاریم، یکیشو با قطب جنوب و اون یکی رو با قطب شمال به همدیگه نزدیک کنیم، همدیگر رو جذب میکنن، سمت همدیگه کشیده میشن. ولی برعکس اگه قطب‌های همنام رو کنار همدیگه قرار بدیم، همدیگر رو دفع میکنن، یعنی دوست دارن از همدیگه فاصله بگیرن. حالا بیایید یه نگاهی بندازیم به انواع مختلف آهنربا. ما آهنرباهای موقت داریم، آهنرباهای دائمی داریم و آهنرباهای الکتریکی. بیایید دونه دونه ببینیم اینا چی هن. آهنرباهای موقت همونطور که از اسمش معلومه موقتیه و تا وقتی وجود داره که میدان مغناطیسی هست و با از بین رفتن میدان مغناطیسی اونم از بین میره. مثلا اگه آهنربا رو بیاییم ما روی یه قطعه فلزی مثل میخ یا یه گیره فلزی بکشیم، اون میخ یا گیره هم تبدیل میشه به آهنربا. میتونید تو خونه امتحان کنید، یه آهنربا رو بیارید، یه میخ هم بیارید، یه آهنربا رو روی میخ 30-40 بار مالش بدید، بکشید. بعد 30-40 بار اون میخ شما تبدیل میشه به یه آهنربا. اما آهنرباهای دائمی یه سری مواد دارن مثل آهن یا فلز دیگه‌ای به اسم نیکل که به طور طبیعی خاصیت آهنربایی رو دارند و همیشه هم این خاصیت رو تو خودشون نگه میدارن که از این آهنربا برای در یخچال و فریزر استفاده میشه. اما آهنرباهای الکتریکی، ببینید وقتی بیایم یه سیم رو دور یه وسیله فلزی مثل میخ بپیچیم و 2 سر سیم رو به یه وسیله الکتریکی مثل باتری وصل کنیم، با عبور جریان الکتریکی از طریق اون سیم پیچ، میخ ما میشه آهنربا، یعنی تبدیل میشه به آهنربا. حالا اگه بیایم جریان الکتریکی رو قطع کنیم، میخ ما دیگه از حالت آهنربایی در میاد. یعنی با قطع و وصل کردن اون جریان الکتریکی ما میتونیم میخمون رو با حالت آهنربا تبدیل کنیم یا از حالت آهنربایی درش بیاریم. اگه بخوام یه مثال خوب بیارم، مثلا دستگاه‌های MRI از آهنربایی الکتریکی ساخته میشن. تلویزیون و رایانه و اینجور چیزا هم توشون آهنربای الکتریکی وجود داره. بیایید اینجا یه لیست از وسایلی که آهنرباها توشون استفاده میشن رو ببینیم. اسپیکرها، کامپیوترها، موتورها، زنگ در، تلفن، قطب نماها، ابزارها و درها و همچنین از آهنرباها توی مراکز بازیافت، بیمارستانها و بسیاری از مکانهای دیگر استفاده میشه. زمین خودش مثل یک آهنربای بزرگه که دلیلش هسته زمینه که جنسش خاصیت آهنربایی داره و مثل یک آهنربای بزرگ عمل میکنه که جالب قطب شمال و جنوب هم داره. حالا میدان مغناطیسی زمین یه سپر حفاظتی خیلی بزرگ اطراف سیاره ما ایجاد میکنه که نمیذاره آب و هوای مضر فضایی مانند باد خورشیدی و تشعشعات خورشیدی به زمین برخورد کنه. یعنی اگه این میدان مغناطیسی نبود و زمین مثل یک آهنربای بزرگ عمل نمی‌کرد، باعث میشد که آب و هوای مضر، بادهای خورشیدی و خیلی چیزای مضر دیگه به زمین برخورد کنن. ولی زمین میاد یه سپر حفاظتی خیلی بزرگ ایجاد میکنه که وقتی این چیزای مضر میخوان سمت زمین بیان، اونا رو از زمین دور میکنه
من مطمئنم که شماها یکیتون چند تاتون در آینده حتما دانشمند میشید و میتونید با همین آهنرباها وسایل خیلی مهمی اختراع کنید که کمک کنید به کل مردم جهان. امیدوارم که حال همتون هر جایی که هستید عالی باشه. آهنربا. فندو چی کار میکنی؟ کلیدم یه وقت دستم افتاد تو این چاله اینجا. خب درش نیاوردی؟ سعی کردم اما نمیشه. میخوای یه روشی بهت بگم که خیلی زود درش بیاری؟ آره میشه. میشه، ولی بیا اول گردش امروز رو شروع کنیم. شاید خودت یه راهی پیدا کنی. نمیشه اول کلید رو در بیاری؟ عجله نکن، زود بر میگردی. باشه. پس بریم؟ 1 2 3 برو بریم. شمارش معکوس آغاز میشه. حالا 3، حالا 2، حالا 1، برو بریم. فندو ببین میتونی بگی توی تمام این ابزارها و وسایل چه چیز مشترکی هست؟ بله. خب آهنربا. درسته. میدونی آهنربا چیه؟ نه. خب حالا بفرمایید که چی شدی؟ آهنربا. بله. بیا امتحان کنیم ببینیم این آهنربا چه خاصیتی داره. خب نگاه کن ببین چی میبینی؟ باشه. آهنربای چسیدش. نگاه کن به دیوار چسید. نه چسید. این گیرها چسبید. خب چه نتیجه‌ای گرفتی؟ آهنربا میچسبه به بقیه چیزا. بذار ببینیم شیشه چی؟ ای بابا به چیزی نچسبید. اما به این سوزن‌ها چسبید. کاغذ چی؟ ای بابا به این چرا نمیچسبه کاغذها؟ بذار کبریتو ببینیم. ای بابا نمیشه. دیدی؟ کبریتا رو به خودش نگرفت. بله کبریتا رو جذب نکرد. تا حالا چه نتیجه‌ای گرفتین؟ اینکه آهنربا بعضی چیزها رو جذب میکنه و بعضی چیزها رو هم جذب نمیکنه. درسته. اینا چی هن؟ اینا آهنربا؟ بله آهنرباها شکل‌های مختلفی دارن. بعضیا کوچیکن مثل همینا. آخه چه کوچولوه. بعضی هم بزرگن. اینا آهنربا نه. بعضیاشون این شکلی هن. گردالو. و بعضیای دیگه این شکلی. این شبیه پاک کنه. آهنرباها شکل‌های مختلفی دارن. درسته. این آهنربا. چقدر آهنربای مختلف داریم. خب آیا مرشی بفرمایید این که اینجا نوشته یعنی چی؟ قدرت آهنرباها. یعنی چی؟ حالا میفهمید. داشتم آزمایش میکردم که آهنربا به چی ها میچسبه. نگاه کن چی پیدا کردم. به این ماشین اسباب‌بازی هم میچسبه. درسته فندم. حالا ماشینمون رو میذاریمش روی یه سطح صاف. بعد آهنرباهای مختلف رو میبریم نزدیکش. ببین هر بار چقدر باید آهنربا رو بهش نزدیک کنیم تا راه بیفته. چی جالب راه افتاد. چرا یکی آهنربای گیره رو از اون یکی گرفت؟ نه اون یکی نتونست بگیره. میدونی چرا؟ خب اون که زورش بیشتر بود. بله گیره به اونی که قوی تره میچسبه. وای چرا اینطوری شد؟ مگه این همون آهنربا قویه نبود؟ بله خودت فکر میکنی چرا؟ خب سر و ته آهنربای بیشتر آهنرباه؟ بله 2 سر آهنربا قوی تره. حالا بذار یه چیز دیگر هم امتحان کنیم. این ماشین چطوری داره خود به خود اینجوری راه میره؟ فندا خان اگه خوب دقت کنی میفهمی که یه نیم کاسه زیر این کاسه است. مثل شعبده بازی که همیشه یه دلیل علمی پشتش هست. آره آهنربا زیره.
شعبده بازی یاد گرفتم. آه جون ماشین بازی. ماشین رو چسبیدن به هم. بله، آهنرباها هم میتونن همدیگه رو جذب کنن. خب این طولانیه، این چیه؟ آهنربا در برابر آهنربا. مسابقه میدن، حالا دو حریف به هم نزدیک میشن و چقدر قوی به هم چسبیدن ها. حالا بیا یه چیز دیگه راجع به آهنرباها کشف کنیم. اگه یکی از آهنرباها رو بچرخونیم از هم دور میشن. این سر آهنربا از اون سر اون یکی آهنربا خوشش نمیاد، یعنی همدیگه رو دفع میکنن. چی جالب. وقتی این سرشو میاریم جلو، اون یکی هم اون سرشو میکشونه سمت خودش. اگه این آهنربا رو از این طرف به این یکی آهنربا نزدیک کنیم به سمت هم کشیده میشن. ولی اگه بچرخونیمش به هم نزدیک نمیشن. چه سخت شو. خیلی خوب، بذار آزمایش کنیم. خب چه اتفاقی میفته اگه روی هر کدوم از این ماشینا یه آهنربا بذاریم؟ میرن سمت هم. حالا اگه یکی رو بچرخونیم چی میشه؟ از اون یکی دور میشه. درسته. فهمیدی چرا؟ نه. خب پس بذار یه آزمایش رو با هم ببینیم. خب این دوتا آهنربای گلدری چسبیدن به اینا. حالا چی میشه؟ بذار من بگم. این رو میاریم تو این لوله که ببینیم میشستن به هم یا نه. بلش کن دیگه. آه جون چسبیدن به هم. این سرش چسبیده این سرش. حالا چی میشه؟ ای کلک نمیگه خودم بگم. خب بگم این دو سرش چسبیدن به هم. اگه آهنربا رو بگردونیم چه اتفاقی میفته؟ خب باید میشسته هم دیگه. نه نگاه کن. رو هوا پرتش میکنه اونور. خب حالا فهمیدی چرا؟ بله فهمیدم. آهنرباها گاهی دیگه رو میکشن، گاهی هم از هم دور میشن. درسته. با استفاده از همین خاصیت دور شدن و نزدیک شدن آهنرباها وسایل الکتریکی که میچرخن و میسازن. بریم سر تیتر بعدی. بفرمایید استاد. کارکردهای آهنربا. سخت شد. توی همه وسایل الکتریکی و حتی اسباب بازی‌های الکتریکی که حرکت می‌کنن یا میچرخن آهنربا به کار رفته. و یه عالمه استفاده کوچیک و بزرگ دیگه هم از آهنرباها میشه. من نمیدونستم اینا همه با آهنربا کار میکنه. ماشین بازی. یعنی تو همه اینا آهنربا به کار رفته؟ وای عاشق سفینم. چند وقت من رو نبردی شهر بازی های مرجیا؟ صبر کن، بعد از پایان این برنامه با هم دیگه میریم. آخ جون اگه بشه. اینا با آهنربا کار میکنن؟ نه اینا کوکی هن. فندق کجایی فندق؟ ببینم فهمیدی؟ بله فهمیدم. الانم آهنربا آوردم تا کلیدا رو پیدا کنم. آفرین فندق، معلومه که خوب یاد گرفتی. بله. ولی فندق انگار اولین باری نبود که کلیدتو گم کردی. آره راستش چند باری شده. خیلی خوب، بهتره با بچه‌ها خداحافظی کنیم بعد با هم بریم ببینیم کدوم کلید مال کدوم دره. باشه اول من برم بقیه کلیدایی که گم کردم رو پیدا کنم بعد. خداحافظ بچه‌ها. پس من چی؟ کجا رفتی؟ وایسا. خب بریم چند تا از استفاده های دیگه آهنربا رو هم ببینیم. از آهنربا برای پیدا کردن جهت ها توی قطب نما استفاده میکنیم. قطب نما یه فلشی داره که همیشه سمت شمال وای میسه. از آهنربا توی کامپیوترها، هاردهای ذخیره اطلاعات هم استفاده میشه. همچنین داخل تلویزیون و اسپیکر و رادیو هم آهنربا وجود داره. دستگاه MRI که میتونه از داخل بدن انسان، از اعضای بدن به استخوان‌ها و خیلی چیزهای دیگه تصویر برداری کنه و عکس بندازه، اونم آهنربا داره.
از آهنرباها توی چارچوب در یخچال ها هم استفاده میشه که همونه که باعث بسته شدن در یخچال میشه. و همچنین یه سری قطارهای مغناطیسی وجود داره که معروف هم به قطارهای معلق که آهنربا رو میذارن زیر این قطارها و باعث معلق شدن اون قطار میشن. ما گفتیم که قطب‌های همنام باعث میشن که آهنرباها از هم دور میشن، به خاطر همین از این خاصیت استفاده کردن، تو زیر قطار اومدن آهنربا گذاشتن، روی ریل هم اومدن آهنربا گذاشتن، دوتاشون هم قطب‌های همنامن و باعث میشه که قطار معلق روی هوا بمونه.